وقتی که سیرت رسول الله را میخوانی صلی الله علیه و سلم، یکی از تهمت‌های مشرکا برای رسول الله چی بود؟ اگر در یادتون باشه رسول الله چی میگفتن؟ این محمد چیکار میکنه؟ آفریقا میاندازه باینیم. افریقا میاندازه. گفتم حقا نگاه که خیلی که رسول الله میگفتن اینها بین فرزند پدر و فرزند جدا میکنن. رسول الله میگفتن که محمد بچه‌هامو از ما جدا کیس است، فرزندامو از ما جدا میکنه. نگاه که سبحان الله عینی همین گپ اینو زده ایستن که شما سبب شده که بچه‌هامون از دست رفته است. الله اکبر و جاء الحق و زهق الباطل. الحمدلله حق آمد باطل می رود. همون گپی که به رسول الله هم میگفتن امروز به موحدا را گفته ایستند، به شیخ ها و طالب علم را گفته ایستند که امروز برادران این پوشیده نیست. شما در اینترنت دیدید یگون مسلمان دیگر در روی عالم عیده است که این طایفه ماندگی نیست. باز همینا هم در دریای ما قرار دارند. همه کافر، همه مرتد، همه مشرک، همه منافق. فقط همون آدمای علایده که به نام کنیت‌ها گذاشتن که چون به نام ابو مریم، ابو عمر، ابو سهیل، ابو محمد مدنی، ابو قور، ابو دجال، ابو حمار، هزار یک نام مانده خدا شد. لیکن روی عالم حکم وقف کدام پیامبر خدا لعنت کند کسی را که در دین خدا تفرقه میاندازد. شما در بین ما تفریقه دوخته ایستین. شما نبودین ما آرام شیر کرده میگشتیم، اما شما پیدا شدین بچه های ما را مشرک میگن. بله شیر کردی مشرک میشه. خیلی که ابراهیم علیه السلام گفت پدرش را، پیامبر الله پدرش را گفت و قومش را گفت که شما مشرک هستین و ما بیزار هستیم از شما و از چرا که عبادت میکنید. اینی براء منکم و مما تعبدون کفرنا بکم. ما شما را تکفیر کردیم. ابراهیم علیه السلام که حضرت ابراهیم برای ما را یکی از الگوها اهمیت به تی گپش است. سبحان الله چگونه میگه شما ما را جدا کرده ایستید، در بین ما فتنه دوخته ایستید. الله هدایتشان کند. الله حقا که اینها از قرآن و سنت دور شدن، پیرو از هوا هواسشون شدن، همه خیلی گمراه شدن برفتن. الله خور کنه اینها را.